ما داریم کمیته دین، تنظیم، عنعنه و جشن و مراسم ها. یکی راههای پول کار کردن حکومت انمی کمیته قطعی. یکی از راههای فساد، حتی فساد، کمیته فساد ای کمیته دین، تنظیم، عنعنه و جشن و مراسم ها. اونقدر نام زیاد داره که یکی از راههای فساد یا که راههای پورگیری یا که غارت جیب مردم انمی کمیته قدیمی داره. یکی از راهاش 2007 ماهی یوم بد فکر کنم تاسیس یافته بود. 2017 10 سالگیش در یک از کاخ باربد بود جشن گرفتن یا که یک جلسه کردن. تمام ملا را خزونده بود که رحمانوف بخزن 28 ملا خشم امی رحمانوف ملا میدونه نه یک خصلت یا که یک لقب کلیچکش ایران ملا بوده وقتش ده امی رحمانوف. یک مقاله یک بار خوندم او را کور کردن در وقتش وقتی که مکتب میخونده در معلمه روس عاشق شده همون وقتی را ملا میگفته بود دسته هم نه وقتی به توفیق به ایمان و به خدا شد. این وقتش ده اکن ملا زده چه یکون نماز میخونده شاید که نصیحت میکرد یکون کار میکرد که ملاش میگفته. انا نگاه کنین همون 28 ملا را وقتی خیزان انا اون روزی چی بود؟ تأسیس یابی 10 سالگی تأسیس یابی کمیته دین، تنظیم، عنعنه و جشن و مراسم ها. انا همین گفتم راه غارت مردم انا همین کمیته قطعی. شما ببینید نمی نو دور نه یک همشهر یا که یک هموطن ما و شما را جریمه بستن در خونش باید که 50 نفر فریاد میکنه 70 یا 80 نفر فریاد کنه. نمیدونم یا جشنی توی معرکه فرزندش بود یا که یک معرکه خرسندی اویلوی بود ممکن نیست. چند نفری که رژیم میگه گویا کمیته میگه شما باید همون قدر نفر بیارید یعنی جمع کنید در توی خرسندیتون حتی در جنازهاتون در خرسندی و زیقیتون حکومت میگه که چند نفر اشتراک کنه چند نفر یعنی حاضر شود چند نفر حاضر نشود شما باید که همون کارو بکنید. اینا میگن کمیته دین. نگاه که کمیته دین کدام دین؟ کمیته دین بله کدام دین؟ علامت سواله. تنظیم خب کنترل کردن. انا می اوزی گفتم امیوه دسترخوان شما را کنترل میکنن نظارت میکنن. تنظیم شما میگن که چند قدر مثلا نان باشه چند قدر میوه باشه چند قدر شیرینی باشه. جشن و مراسم ها تمام جشن و مراسم ها دخالت باید بکنن. خب بیا آفرین بسیار کمیته مهم بسیار کمیته مهم. ای روز تأسیس یابیش تا حاضر هر سال ما جشن نوروز میگیریم که سون شما نمیگن چند قدر از خود میشود. سون شما نمیگن. کمیته دین مسئوله باید که نظارتش کنه. اقلا ایش کار نکنه میتونه چی با که با جشن‌های مردم یا که با دسترخوان مردم کار میگیره وقتی که با رژیم سر کار گرفتن نمیتونه. ای سال 2007 که تأسیس یافت کمیته تو حاضر جشن وحدت جشن نوروزی استقلالیت سال نو اینا با سال گذشته یک 30-40 تا جشن نو با جشن کارتوشکا پیو سبزی بادرنگ عسل زردالو شفتالو خربزه و کدو یک گله جشن نو دیگه تأسیس یافت که هر سال ما هر یک روزه باید که جشن بگیریم. اینا یک کمیته تنظیم عنعنه جشن مراسم ها چی با که گپ نمیزنن. سفرهای رحمانوف خودش یک جشنه. سفرهای رحمانوف خودش یک جشن جشن وحدت دم فکر میکنم رسخ زیاد داره جشن سال نو دم اونا ارچه یک 300,000 سومانی ده سال گذشته در ولایت ختلان ارچه نصبی یک چسبونده بودن. یا ارچه اینجا در دوشنبه یا ارچه در ختلان سو کلوب یا ارچه میارد میمونن گویا که اون مسئولن گویا که مسلمان هم هستن. خب نگاه کن کمیته دین تنظیم جشن مراسم ها یا وظیفه خودشون ادا نمیکنن یا به مسئولیتی نشون میدن فقط ولی نگاه کنید یک دشمنی همی سلیمان دولت رئیس همی کمیته میدونین چیه این امضا داره در این دست داره که شهروندانی که تا 35 حج رفتن نمیتونن این دست داره. غیر از این تمام حاجیایی که پول میتن کو پاره انا می دست داره. یکی از شاخه‌های هم کمیته امنیت هم به هر حال اگر ناموس میداشت ایمان و انصاف میداشت یا که انسان میبود باید استعفا میداد. دیگراش هم همچنین مکرم
اگر مسلمان بود استعفا میداد. چی مسئولیت یا که رئیس شورای علما عبادت ہے در گردن قرض فرض نه ایودا شب برو استعفا بده. استعفا گناه نیست. بهترین نمی حاضر شب روز در بهترین عبادت یا که بهترین عمل در این حکومت داره ما شما استعفا ہے. ایده دیگه قهرمانیه کسی استعفا بده. نه که هیچ کس استعفا نمیده. میترسن یا که شاید وظیفه زیادی بعد دوست می‌دارن.